الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. من نمونه ای رو در برنامه دریچه نشون دادم هفته گذشته، بازم خدمت شما عزیزان
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم نداء الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه. منبر شما عزیزان که می توانید در این برنامه تماس بگیرید و در مورد موضوعات مختلفی که دوست دارید با ما صحبت بکنید. من قبل از اینکه به تماس‌های شما عزیزان بپردازیم، یک صفحه جدیدی رو دوستان عزیز آماده کردن. گرچه صفحه قبلا بود، اما این صفحه رو شما می توانید بعد از این در بین عزیزانی که با زبان تاجیکی میخوانند و مینویسند، دقیقا همین صفحه ندای حق رو ما به زبان تاجیکی هم داریم که من لینکش رو در اینجا پست میکنم برای شما عزیزان تاجیک ما میتوانند بعد از این برنامه زنده ما رو از طریق این صفحه هم پیگیری بکنن. دقیقا همین کانال هست، منتها عناوین و موضوعات به زبان تاجیکی نوشته خواهد شد. در برنامه امشب هم از طریق شماره تماس برنامه با شما عزیزان خواهیم بود. از طریق واتساپ میتونید زنگ بزنید و در برنامه امشب ما شرکت بکنید.
دوستان عزیز، برنامه هفته آینده ما مصادف خواهد بود با شروع ماه مبارک رمضان، یعنی شب رمضان خواهد بود به اذن الله تعالی. خواستم در این هفته قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان بپردازیم بعضی از مسائل رو خدمت شما عزیزان در مورد رمضان صحبت بکنیم که لازم است قبل از شروع ماه مبارک رمضان به این مسائل توجه داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی فرصت‌هایی رو برای ما در طول سال یا در طول عمر ما برای ما فرصت‌های زیادی رو میسر میکنه تا که ما برگردیم، توبه کنیم، خودمون رو اصلاح بکنیم و این از لطف الله سبحانه و تعالی است. وقتی ما میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این از رحمت و عطوفت و مهربانی الله سبحانه و تعالی است که در طول عمر ما، در طول هفته، در طول ماه، در طول سال فرصت‌هایی رو برای ما قرار داده است که در این فرصت ما بیاییم خودمون رو به اصطلاح ریستارت بکنیم، صفحه جدیدی در زندگی خودمون باز بکنیم، از آنچه که انجام دادیم اعلان پشیمانی بکنیم، توبه بکنیم. یکی از فرصت‌های بزرگ ماه مبارک رمضان است که تقریباً حدود 7-8 روز بعد انشاءالله اول ماه مبارک رمضان خواهد بود. پس بیاییم در این ماه مبارک، با شروع این ماه مبارک، یک صفحه جدیدی رو در زندگی خودمون باز بکنیم، یک توبه صادقانه بکنیم با الله سبحانه و تعالی که الله متعال می‌فرماید که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. پس ای مؤمنین همه شما به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه بکنید اگر می‌خواهید رستگار شوید. این ماه رو الله سبحانه و تعالی یک فرصتی قرار داده است برای ما، فرصتی که بیاییم توبه بکنیم. شاید بعضی بگن که ما اینقدر گناهکار هستیم، نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، گناه‌های زیاد کردیم. الله متعال می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که گناه کردید بلکه در گناه زیاده روی کردید، اسراف کردید. میگن مثلا آب و اسراف نکنید، یعنی شما مثلا کاری که میتونید با 1 لیتر آب انجام بدید شاید 10 لیتر آب مصرف بکنید. میگن آب رو اسراف کرده. یک گناه نه، 100 گناه انجام دادی، 1000 گناه انجام دادی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله سبحانه و تعالی همه گناهان شما را میبخشد. پس از این فرصت طلایی که ماه مبارک رمضان است استفاده کنیم. موضوع دیگر دعا هست. دعا خیلی مهم هست. دعا سلاح مؤمن است. دعا سبب میشه که عمر انسان طولانی بشه. دعا سبب میشه که الله سبحانه و تعالی حتی قضا و قدر و تقدیری رو که برای شما نوشته تغییر بده. دعا سبب میشه که الله سبحانه و تعالی به زندگی شما، به رزق و روزی شما برکت عطا بکنه. این ماه توبه است، ماه دعاست. دعا قبل از سحر، دعا بعد از سحر، دعا قبل از افطار. یعنی در 24 ساعت این ماه مبارک فرصت‌های طلایی برای دعا کردن است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قدر این ماه و دعا در این ماه رو میدونستن. به خاطر همین 6 ماه قبل از رمضان دعا میکردن که اللهم بلغنا رمضان، بارالله ما را به رمضان برسان یا رمضان را به ما برسان. چرا؟ چون میخواستن از این فرصتی که الله سبحانه و تعالی برایشان آماده کرده است چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. یکی دیگر از موارد مهمی که قبل از رمضان باید ما بهش توجه داشته باشیم، اگر که روزهای تأخیری دارید، کسایی هستند روزه خوردن، گناه کردن یا که مشکلی داشتن، سفری داشتن، بیماری داشتن، قبل از رمضان اصل بر این است که باید انسان چیکار بکنه؟ روزهای قضاییش رو بگیره. اگر که نتونستید بگیرید، اگر نمیتوانید بگیرید، شاید میگید که ما به زور روزه ماه رمضان رو میگیریم، حالا این قضاییایی که داشتیم، یا مثلا کسی یک روز اشتباهی اومده روزه خودش رو عمدن خورده. خب این یک گناه بزرگی است.
و کفارش چی است؟ آزاد کردن یک برده. اگر کسی نتونه برده ای را آزاد بکنه 60 روز روزه گرفتن است در اول. اگر نتونه 60 روز روزه بگیره باید برده ای را آزاد بکنه. برده نباشه باید 60 نفر مسکین رو طعام بده. در همین چند روزی که مونده در رمضان باید اگر کفاره هایی بر گردن شما هست، قضاهایی بر گردن شما هست، اینا رو ادا بکنید، چون جایز نیست که انسان وارد ماه رمضان بشه و برگردنش قضاها وجود داشته باشه، کفاره های رمضان های گذشته وجود داشته باشه که باید همه اینها رو ما چیکار بکنیم؟ براش آمادگی بگیریم. از همین چند روزی که مونده بیایید آمادگی بگیریم برای رمضان. حداقل یک روز در میان روزه بگیریم، یکی دو روز قبل از رمضان روزه بگیریم، چون بعضیا ببینید که روز اول رمضان که روزه میگیرن اعصابشون خراب و با همه دعوا میکنن. چرا؟ چون آمادگی ندارن برای رمضان. یکی دو روز قبل از رمضان اگر انسان شروع بکنه به روزه گرفتن آماده میشه برای رمضان و رمضان براش آسان میشه. و اینها مسائلی است که باید ما در نظر داشته باشیم. یکی از ویژگی های بزرگ ماه مبارک رمضان نزول قرآن کریم است. انا انزلناه فی لیلة القدر، در شب قدر الله سبحانه و تعالی این قرآن رو بر پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک بارگی نازل کرد و این ماه رو بهش میگن ماه قرآن. ببینید ماهی که در او قرآن نازل میشه بهترین ماها میشه، عروس ماها میشه. شبی که در اون قرآن نازل میشه خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بهتر میشه، از یک عمر انسان بهتر میشه. پیامبری که بر او قرآن کریم نازل میشه خاتم الانبیا، سید و سردار اولاد آدم میشه و امتی که بر او و بر این امت قرآن نازل شده بهترین امت میشه. پس این قرآن کریم است، قرآن مجید است، قرآن عظیم است. چرا که به انسانی که عمل بکنه به این قرآن، بخونه این قرآن رو، در زندگیش پیاده بکنه این قرآن رو، مجد میده، عظمت میده، کرامت میده. به خاطر همین این ماه قرآن است. قرآن خواندن در این ماه، تلاوت قرآن کریم اجر و پاداش بی‌نهایت داره. گرچه انسان باید در طول سال همیشه قرآن کریم رو تلاوت بکنه، اما این ماه یک فرصت طلایی است برای اینکه ما یک بار دیگر با قرآن کریم، با وحی الهی، با این کتاب آسمانی تجدید عهد و پیمان بکنیم. میریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله؟ یه سوالی داشتم درباره برنامه. بفرمایید. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. حقیقتش من زنگ زدم بابت تحقیق، یه تحقیق بین سنی و شیعی. اجازه هست سوال بکنم؟ بله بفرمایید، راحت باشید. عزیزم تو کتاب جناب علی، تو کتاب اهل سنت نوشته که قال رسول الله من صد علی فقد صدنی، یعنی با کلام سب اومده، با کلام یعنی اشاره واضح به نام علی. هر کی حضرت علی رو سب بکنه منو دشنام داده، هر کی علی رو دشنام بده منو. و بعدا اومده که تو کتاب جناب علی اهل سنت مصادرش هم هست. مغیره بن شعبه تو کوفه بعد از وفات علی بن ابی طالب میاد به علی دشنام میده در بین ملأ عام، با اینکه حدیث شنیده ولی میاد علی بن ابی طالب میاد دشنام میده و شما به الان هستش تو کتابا شما هستش من سب علی فقط سبنی. و مغیره بن شعبه یکی از صحابه میاد علی رو دشنام میده، یعنی علنا داره پیامبر رو دشنام میده، ولی شما میگین رضی الله عن کل الصحابه، با اینکه شما میدونید مغیره بن شعبه علی رو دشنام داده و پیامبر هم گفته هر کی علی رو دشنام بده یعنی منو دشنام داده. میاد عمدن
حضرت علی رو دشنام میده. در شما چطور مثلا میاد میگید کل صحابه عدولن، کل صحابه رضی الله عنهم، مثلا معاویه تو اصح کتاب صحیح بخاری میاد. خب یکی قدم به قدم بریم جلو. شما الان یک شبهه رو مطرح کردید، باید جواب داده بشه. شبهه نیست، هستش، مصدرش هست. خب بفرمایید مصدر همین من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله در کدام کتاب اهل سنت اومده این رو؟ شما که یعنی شما نمیدونید کدوم کتاب؟ نه، من در بیت مغیره بن شعبه که وقت حضرت علی امین حدیث، اولا گوش کنید برادر عزیز، اولا امین حدیث صحیح نیست، در هیچ یک از مصادر صحیح اهل سنت نیومده. اگر آمده شما بگید در کجا آمده. حضور زن ندارم، میدونم برای من که تو مکتبی نیست. نمیشه. الان مثلا شما اهل تحقیق هستید، شما فرمودید که برای تحقیق اومدین. من صحبت کنم گفتم که من سب علی فقط سبنی موجود است. در کجاست؟ در بخاری است؟ در مسلم است؟ نه بذار صحبت کنم. مگه شما نمیگید که این حدیث ضعیفه؟ این حدیث اصلا در هیچ یک از مصادر معتبر اهل سنت نیست. همچین یک حدیثی هستش. بفرمایید در کجاست؟ دوم نه اول این حدیث در کجا هست؟ هستش ولی حضور ذهن ندارم. خب یعنی اگر مثلا بله، شما مادامی که حضور ذهن ندارید دوست عزیز، مادامی که حضور ذهن ندارید برید حضور ذهنتون رو جمع جور بکنید، بعد تماس بگیرید، انشالله من در خدمت شما هستم. اولا هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سب و شتم نکردن. این دروغ هایی است که شیعیان ساختن. یک نمونهش هم همین حرفی که شما بزرگ فرمایید، یک نمونهش هم همین که شما میفرمایید. نه اینطوری نمیشه. الان شما یک شبهه رو مطرح میگید حضور ذهن ندارم. الان من مصدر به شما میدم. مگه شما مصدر نمیخواد؟ من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. مصدرش کجاست؟ یه لحظه گفتی هیچ کس صحابه حضرت علی رو دشنام نداره. البانی، کتاب البانی مغیر مشهور، کتاب البانی نوشته نوع حدیث صحیح، خودش احتاف کرده. کتاب البانی کتاب استخراج چی گفته؟ مثلا سب کرده چی گفته؟ الان پریدید شما به یک چیز دیگر، الان پریدید به یک موضوع دیگه. شما اولا من سب علی فقط سبنی. شما میگید مصدر ندارم، من وقتی میخوام مصدر بدم میترسم. نه یک لحظه، قدم به قدم دوست عزیز، یک لحظه سر صدا نکنید. ببینید دوست عزیز با هوچیگری چیزی حل نمیشه دوست عزیز. من سب علی فقط سبنی، من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. کجاست این مصدرش؟ یه لحظه شما گفتید هیچ کس از صحابه حضرت علی رو سب نکرد. بله سب نکرده. من میگم سب نکرده یعنی دشنام و توهین نکرده. یک لحظه مجبورم که دیگه صداتو بیارم پایین دوست عزیز. من ببینید قدم به قدم مثل آدم بریم جلو. شما بفرمایید که من صداتون رو آوردم پایین، سر صدا نکنید، آروم. صداتون پایین است، هیچ کس نمیشنوه. من که وقتی دارم حرف میزنم شما گوش نمیدید، مجبورم صداتون رو بیارم پایین. اولا شما یک ادعا کردید که حدیث وجود داره که من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. لطفاً این حدیث رو آدرسشو بگید در کجاست و در کدوم کتاب اهل سنت اومده. بفرمایید الان صداتون آوردم رو خط. بفرمایید. من سب علی فقط سبنی عدد روایت 4 تان فی کتاب البخاری التاریخ الكبرى الجزء. دروغ میگید. در کتاب بخاری نیست. در کتاب بخاری نیست. در کتاب نیست. در کتاب صحیح بخاری. بذار صحبت بکنم آقا. بذار واسطون بخونم ببینم درسته هر ثانی. بذار بخونم. چرا علیک
نیست در بخاری، نیست در بخاری، نیست در بخاری. میکنم. ببین هست یا نیست، من دارم میخونم. ببین هست یا نیست. کتاب البخاری تاریخ الکبیر جزء تاریخ الکبیر، کتاب تاریخ، این کتاب حدیث نیست، کتاب تاریخ. شما از صحیح بخاری برای من بیار، از صحیح بخاری برای من بیار. یه لحظه صحبت بکنم. بذار شما چی گفتی؟ شما گفتی کلا نیست تو کتاب اهل در کتب احادیث معتبر اهل سنت نیست. بابا شما اینقدر بیسوادید، شما اینقدر بیسوادید فرق بین تاریخ و بین حدیث رو نمیفهمید. برادر گل بشنو آقای بیسواد، برادر بیسواد، شما فرق بین کتاب تاریخ و بین کتاب حدیث رو نمیفهمی. چرا میترسی آقا برادر گل؟ چرا میترسی؟ بذار سوال کنم. خداحافظ شما. دوستان عزیز، در هیچ یک از کتب معتبر احادیث اهل سنت همچین حدیثی وجود نداره. من الان آدرس بهت میدم، قلم و کاغذ بگیر یادداشت بکن. در کتاب مستدرک حاکم نیشاپوری این روایت آمده که 3 تا عیب داره. اولا یکی از راویانش ابو اسحاق سبعی است که مدلس مشهور است، در نزد علمای جرح و تعدیل مدلس مشهور است. دوم محمد ابن سعد العوفی است که یک راوی ضعیف است که خطیب و ذهبی و دارقطنی چی کردن؟ تضعیفش کردن. ابو عبدالله جدلی است که یکی از روات ثقه هست، اما ایشان شیعه است، ثقه شیعه است. این روایت 3 تا مشکل داره. آدرس بهت میدم، برو تحقیق بکن. اهل تحقیق بادامی که هستید برو تحقیق بکن، بخوان یک روایت رو وقتی ذکر میکنی در کجا آمده، عللش چی است، مشکلاتش چی است. حالا من بهت آدرس دادم، قلم و کاغذ بگیر. در مستدرک حاکم نیشابوری اومده این روایت، 3 تا عیب داره. ابو اسحاق سبعی، محمد ابن سعد العوفی و ابو عبدالله جدلی، 3 تا راویان این روایت مشکل داره. این روایتی که اول شما بحثتون رو با اون شروع کردید که کسی که علی رو دشنام بده منو دشنام داده و کسی که منو دشنام بده الله سبحانه و تعالی رو دشنام داده. این روایت خود متن این روایت مشکل داره. خود متن این روایت مشکل داره. وانگهی یک روز میان میگن که معاویه نمیدونم در روایت مسلم گفته که به فلان صحابی گفته که چرا علی رو سب نمیکنه. ببین که معاویه دشنام داده. کجا دشنام داده؟ این میپرسه که در زمانی که نواصب، ما شیعه داریم، ناصبی داریم، اهل سنت داریم. اهل سنت محبت اهل بیت و صحابه رو در دلشون دارن، نواصب با اهل بیت مشکل دارن، شیعه با صحابه مشکل دارن. 2 فرقه گمراه هستن، فرقه نواصب و فرقه روافض. 2 فرقه گمراه هستن. اهل سنت فرقه صحیح و درست مطابق قرآن و سنت هستن. حد اعتدال، محبت به صحابه، محبت به اهل بیت. وانگهی قضیه محبت مؤمنین واقعی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل بیت رسول الله، به سیدنا علی با وجود اینکه گاهی اوقات بینشون جنگ هم صورت گرفته، بر هیچ کس پوشیده نیست. شما به جای اینکه بیایید جوانب مثبت زندگی صحابه و اهل بیت رو برای مردم مطرح بکنید، پیچیدید به روایت‌های ضعیف تا برای مردم ثابت بکنید که آقا دشنام میدادن به هم دیگه و دشمن بودن با هم دیگه. یعنی آیا امروز برای ما مسلمانانی که در قرن 20-21 داریم زندگی میکنیم چه نفعی داره؟ الله متعال در قرآن میگه تلک امة قد خلت، این امتی بود که گذشت، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هرچی کردن برای خودشان کردن، شما هرچی کنید برای خودتان میکنید. ولا تسألون عما كانوا یعملون، و شما نمیپرسن که آنها چی کار میکردن. از شما نمیپرسن که مغیر ابن شعبه چی میگفت، از شما نمیپرسن که معاویه چی میگفت، از شما نمیپرسن که علی چی میگفت، از شما نمیپرسن که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین رغم انف روافض رضی الله تعالی عنهم اجمعین چی کار میکردن. از شما میپرسن که بابا پروردگار تو کیست، پیامبر تو کیست، کتاب تو چیست. از تو اعمال خودت میپرسن برادر عزیز. تاریخ رو ولش کن. شما شیعیان مشکلتون اینه که دارید در تاریخ زندگی میکنید. بیاید در واقع زندگی بکنید. در عراق عقب مانده ترین ملت شما هستید. در ایران عقب مانده ترین ملت شما هستید. عقب مانده ذهنی، عقب مانده فکری، عقب مانده
فرهنگی، عقب مانده تمدنی، عقب مانده علمی. در پاکستان بدبخترین مردم شما هستین، در افغانستان بدبخترین مردم شما هستین. چرا؟ چون شما دارید در 1400 سال قبل زندگی میکنید. شما دارید در جمل و صفین زندگی میکنید. تموم شد رفت. نامه اعمالشون از من و تو نمیپرسن که اونا چیکار میکردن. از من و تو میپرسن که شماها چیکار کردید در این دنیا. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خوب هستین جناب استاد جان؟ سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. خیلی خوشحال هستم جناب استاد دوباره با شما کلام هستم. من همچنان. دو تا سوال دارم. اولا قبل سوالم یک دقیقه گفتنی دارم در یک موردی. این برادر ما رو دیدم، خب به هر صورت ما زیاد همراهشون روبرو هستم در صفحات اجتماعی. جناب استاد یک هفته ما به شما زنگ زدم و تقریبا 18 دقیقه زمان شما نگرفتم. بعد از یک برادر ما افغان ما از جرمنی زنگ زد. خب جدا از افغان بودن برادر مسلمان ما بود، ما باش احترام داریم، اما از جرمنی زنگ زد و برای من میگه که همین برادر زیاد وقت میگیره، نمیفهم چی میکنه. جناب استاد من دو موضوع دارم امروز. ما امروزه جایی که سوال خدا بدون طرز بیان کنیم خیلی کم داریم و جایی که طرفی که سوال میکنیم متأثر از یک تعصب نباشه هم خیلی کم داریم. متأثر حتما از یک تعصب قومی ذهنی تعصب متفاوتی است که مطابق و تنها جایی که از منابعی که ما سوال خدا بدون طرز میپرسیم، من همین کانال شما هست، همین صفحه شماست و جایی که ما جواب خدا مطابق قرآن و حدیث میگیریم همین صفحه شما از جناب استاد. ما واقعا دیگه شما هم زیاد بدل نگیرید برادر عزیز، شما هم زیاد بدل نگیرید، چون بعضی از دوستان یعنی حقیقتا ماها منتظر میمانند تا که یعنی سوال خودشون رو مطرح بکنن یا صحبتی داشته باشن، فحق دارن بعضیا. بفرمایید. استاد بزرگوار به خدا زمان بندی کنی، همه که خوبش تماس راه کنه که خوشت بیام. من خودم زمان بندی میکنم، هیچ یک دقیقه پس پیش نمیشه، همیشه جواب دادین برام. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید، در خدمت شما هستم. بفرمایید. تشکر جناب استاد. موضوع اولی که من خیلی میبینم در یوتیوب بین همین ملاها، نمیفهم اجازه است نامشون میبینید جناب استاد؟ نه نام نگیرید، بدون اسم بفرمایید. خب بین همین کسانی که در یوتیوب فعالیت دارند و ملاها و همیا هستند مبلغین، بین از یک نوع بحث و گفتگو و جنگ و جدل است. حتی ما باور به خدا کنید ویدیویی دیدیم که شما رو تکفیر کردن. باور به خدا کنید متاسفانه است. ویدیو دیدیم شما رو تکفیر کردن. همین یوتیوب جنگ و زدن کامی هستند. از نظر من اگر مردم امروزی در زمان خلفای اربعه، ببخشید خلفای اربعه نمی امام های اربعه اهل سنت اگر امروز هر چهارشون یک جای می بودن، مردم امروزی هر چهار هزار در جای که دیگه انداخت که شما بیای یک راه به مردم تعیین کنید، در حالی که راه هر چهارشون درست است، قابل قبول است. از نظر من این است. اما نظر شما در این مورد چی است جناب استاد که میان یک نفر پشت دیگه نفر گپ میزنه یا با خاطر مشهور شدن است یا با خاطر مسائل یکی پشت دیگه گپ میزنه؟ گفتم ما ویدیو دیدیم شما رو تکفیر کردن. حالا که شما رو وهابی میگن، ما همیشه به همه دوستایی که گفتن استاد انصاری وهابی است، ما گفتیم استاد انصاری هر زمانی که من زبانش ناحق بشنوم، غیر از حق بشنوم، امروز میمونمش کنار. درسته. استاد انصاری درست است، من پیروش هستم، دوست دارم موقت من ما باید پیرو به حق باشیم برادر عزیز، پیرو به شخص نباشیم، پیرو به حق باشیم. میشه بده الان بس این مبلغین میمونه که یا بجان هم دیگه افتادن، این که تو به خیره تکفیر کنی به خیره تکفیر کنی، هیچی على اساس شاید عقیده همش درست باشه که هر کدامش یک برداشت متفاوتی داشته، دقیقاً مثل امام های اربعه اهل سنت. اینا نظر شما چی اساس در مورد از این موضوع؟ ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 4 میفرماید که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. میگه اینها به تفرقه نرفتن، گمراه نشدن، به اصطلاح پارچه پارچه نشدن الا بعد از این که علم به اینها داده شد، علم بر اینها آمد. بغیا بینهم، بغاوت کردن بر علیه هم دیگر. متاسفانه علما، دعوتگرانی که به جان هم دیگر میافتند چند سبب داره. حسادت میتونه باشه و کوته نظری میتونه باشه، کم علمی میتونه باشه، کوته نظری، کوته فکری. متوجه هستید؟ یکی پوینتر از میبینن اما میبینن که چی است. بله، همه اینا میتونه سبب باشه. بزرگترین مشکل بین علما و البته بین همه اقشار جامعه‌ای که در یک مسلکی کار بکنند این وجود داره. مثلا شما برید پیش یک دکتر
بگید که والا جناب دکتر من هفته گذشته یا ماه گذشته بیمار شدم، پیش فلان دکتر رفتم، دارو داد، خیلی فایده کرد، شما مثل داروی همونا بدین، ببین که این دکتر چه عکس العملی نشان میده. 100 تا بد و بیرا با دکتر میگه. دکتران بین خودشون دارن، با احترامی که به دکتراست، انجینرها و مهندسا بین خودشون دارن، هم مسلک‌ها بین خودشون دارن، علما انسان هستن، بین خودشون هست، حسادت هست، بعضی اوقات خود برتربینی وجود داره، حسادت وجود داره و یعنی بزرگترین مشکل حسادت است. و به خاطر همین گاهی اوقات میان کوچکترین مشکلی رو که در کسی دیدن این رو اینقدر بزرگ میکنن، اینقدر بزرگش میکنن تا که چیکار بکنن؟ به شخصیت طرف، به جایگاه طرف ضربه بزنن. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر هستن بعضی از علما و بعضی دعوتگرانی که اشتباهاتی میکنن و این غرور و تکبرشون اجازه بهشون نمیده که از اون اشتباهشون برگردن، در حالی که انسانی که پیرو به حق باشه، انسانی که مؤمن باشه، اشتباه کرد میاد میگه اشتباه کردم. تازه مثلا به نظر شما یک عالمی، یک دعوتگری در یک جای اشتباه بکنه، بعد بیاد در یک برنامه دیگر بگوید که دوستان عزیز، بینندگان عزیز، من در هفته گذشته فلان موضوعی رو که مطرح کردم اشتباه کردم، بعدا رفتم مطالعه کردم، سخنم رو پس میگیرم، حق این است، نه آن چیزی که من هفته گذشته گفتم. به نظر شما دید شما به این عالم چگونه میشه؟ خوب یا بد؟ به نظر مثلا دید من، یعنی من بیشتر به این محبت میکنم، بیشتر تلاش میکنم ویدیو زیر ببینم، به خاطر که یک انسان صادق است و به اشتباه خود دقیقاً. کاش که علما و دعوتگران ما همینو درک بکنن. تو جایی که اشتباه کردی بیا بگو اشتباه کردم، ام خدا راضی، ام بنده راضی، ام رسول راضی، ام دین راضی. اما نه، اصرار میکنن، پافشاری میکنن بر همان اشتباهی که انجام دادن و سعی میکنن که هی از اون دفاع بکنن و این مشکل است متاسفانه. بله. خب برسولت انشاءالله خدا هدایتشان کنه دیگه. آمین آمین. سلامت باشه. سلامت باشه. ما نسبت به این مطلب خیلی کوچیک است. جناب سوال دوم مطرح میکنم، من خواستم از حضورتان مرخص میشم و اگر سلامت باشه. هر قسم خودتان چی دیدیم. سوال دوم استاد بزرگوار، خیلی هم کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه فکر میکنن، یک تفکر دارن که اینمی کتاب در مخالفت با 4 مذهب هست. خیلی شما متوجه شده باشید، بعضی ها میگن فلانی وهابی است امام اعظم توهین کرد، فلانی وهابی است امام شافعی صاحب توهین کرد. خیلی ها می فکر دارن. به نظر شما استاد چه چیزی در این کتاب هست که مخالف عقاید امام های اهل سنت اربعه است؟ چه چیزی به نظر شما استاد که هست دیگه که مخالف از او؟ مثلا امام اعظم یک چیزی گفته باشه، کتاب توحید یا کنامی امام محمد بن عبدالوهاب و عمر شو رد کرده باشه، در مخالفت از او ایستاده باشه. درست. من همین جواب شما را از همون جمله‌ای که لحظات پیش گفتم شروع می‌کنم که ما نباید پیرو اشخاص باشیم، ما باید پیرو قرآن و سنت باشیم. الله متعال امر نکرده که از اشخاص پیروی بکنید، امر کرده که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. درست است؟ ببخشید نظر قطع میکنم. بعضی‌ها میگن یعنی امام اعظم صاحب اینا نسبت به محمد بن عبدالوهاب نزدیکتر بودن به پیغمبر، مثلا تقریبا چند صد سال تفاوت داشتن. درست. همین رو جواب میدم. همینا رو جواب میدم. همه اینا رو جواب میدم برادر عزیز. ما هیچ وقت نباید شخصیت پرست باشیم. پس با شما خداحافظی میکنم. گوش کنید. اگر که چیزی گفتنی دارید در لابلای صحبت‌های من. استاد بزرگوار، فقط با دوست من پیام دارم تا که من زنده باشم و از جناب سلطانی یک باشم، اینا وقتم زنگ میزنم 20 دقیقه صد وقتش میگیرم سوال خودم سلامت باش. بارک الله فیکم. الله مطالب استان کن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید برادر عزیز، ما نباید شخصیت پرست باشیم. حتی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما به هیچ کسی دیگه به عنوان پیروی مطلق، نه صحابه، نه تابعین، نه ائمه مذاهب اربعه، به هیچ کس این اعتقاد نداره که ما از اونها پیروی مطلق میکنیم. پیروی مطلق ما از قرآن و سنت میکنیم، اونم سنت صحیح. شخصیت ها مهم نیستن، قرآن و سنت مهم است، دین الله سبحانه و تعالی مهم است. وانگهی کتاب توحید کتاب فقه نیست که در مخالفت با مذهب حنفی باشه، در مخالفت با مذهب شافعی و مالکی باشه. محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه مذهبش حنبلی بود، پیرو امام احمد بن حنبل بود، حنبلی
متعصبی هم بود، یعنی نه اینکه بگید که کدام مذهب جدید برای خودش آورده. این تهمتی است که بهش میزنن که مذهب جدید آورده. مذهبش مذهب حنبلی است، تابع قرآن و سنت. و کتاب توحید یک کتاب در باب عقیده است، بیان عقیده و آن اعمالی که مخالف عقیده است. من بارها گفتم کتاب توحید رو مثلا در افغانستان ممنوع کردن. دین تنها کتاب توحید نیست برای ما. اگر کتاب توحید اصلا وجود نمی داشت و محمد ابن عبدالوهاب هم وجود نمی داشت، دین و توحید الله سبحانه و تعالی وجود داشت و وجود خواهد داشت تا روز قیامت. هیچ کس نمی تواند نور توحید رو خاموش بکند. یک زمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم این ندای توحید را سر دادن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد از اون صحابه، بعد از اون تابعین، بعد از اون ائمه مذاهب، فقها، محدثین، تا امروز و تا روز قیامت این ادامه خواهد داشت. اگر شخصیت محمد ابن عبدالوهاب وجود نمی داشت و همه کتاب‌هایش امروز در سراسر عالم جمع بکنیم، آتیش بزنیم، بندازیم دور، توحید که در قرآن و سنت هست برای ما وجود خواهد داشت و هیچ اشکالی در اون ایجاد نخواهد شد. آیا محمد ابن عبدالوهاب معصوم هست که ما باید به او تعصب داشته باشیم که الا و بالله آنچه که در کتاب؟ مثلا این یک واقعیت است که من اینجا باید بگم، دوستان عزیز شاید بعضیا ناراحت بشن. بعضیا چنان متعصب هستن به محمد ابن عبدالوهاب مانند اون حنفی که متعصب است به مذهب حنفی. فرق بین اون متعصب حنفی و این متعصب سلفی وجود ندارد. فکر می‌کند که کتاب توحید یا کتبی که ائمه دعوت در عربستان سعودی نوشتن اینا وحی است از آسمان. نه، اینطوری نیست. خود محمد ابن عبدالوهاب در کتاباش اشتباهات داره. در همین کتاب توحید من ان شاءالله در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد، چون اخیراً سر و صدا زیاد شد در مورد کتاب توحید. در داخل همین کتاب توحید به احادیث ضعیف استناد شده و با برداشت سطحی که از کتاب توحید کردن بعضیا متاسفانه داخل فکر تکفیری شدن. این واقعیتایی هست که باید گفته بشه در جامعه. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه معصوم نبود، پیغمبر نبود، با وحی ارتباط نداشت. در کتاب توحید روایات ضعیف وجود داره. البته مضمون و محتوای همین روایات ها در روایات های صحیح دیگری تایید شده، اما در همین کتاب توحید ما احادیث ضعیف داریم که شیخ محمد ابن عبدالله رحمت الله علیه به او استناد کرده. پس معصوم نیست. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت و تبلیغ هیچ کسی معصوم نیست. همه علما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داوود، همه اینها، امام نسائی، همه اینها اشتباهات دارن، خطاها دارن، چون که انسان بودن، چون پیامبر نبودن، چون ملک نبودن، چون با وحی ارتباط نداشتن. بس ما شخصیت پرست نیستیم، ما خدا پرست هستیم. بله، محمد ابن عبدالوهاب اشتباهاتی داره، اشکالاتی داره کتاباش، علما بیان کردن، در شروع کتاباش بیان شده. مثلا همه علمایی که شرح کردن کتب محمد ابن عبدالوهاب رو و کتاب توحید رو، آمدن در زیر احادیث ضعیفی که ایشان استناد کرده اومدن گفتن این حدیث ضعیف است. کسی حق رو پنهان نکرده از علما. پس ما نباید محمد ابن عبدالوهاب پرست باشیم، نه امام ابو حنیفه پرست باشیم. ما باید خدا پرست باشیم. ما باید موحد باشیم. ما باید پیرو قرآن و سنت باشیم. هر آنچه که با قرآن و سنت موافق بود، برابر بود، او رو قبول میکنیم و هر چه مخالف اون بود، ولو این که از هر کسی باشه، به دیوار میزنیم. این واقعیت در مورد سوالی که برادر عزیزمان پرسیده بودن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، زنده باشید. خدا کنه جو ساعتمند باشید. وقتان زیاد نمیگیرم استاد عزیز، فقط یک سه سوال کوتاه داشتم، باز من میرم شما صحبت کنید. بفرمایید. در دین، در اسلام دین ماندن جواز داره یا خیر؟ یک سوال. سوال دوم، سوال اول رو متوجه نشدم. دین ماندن یعنی چی؟ دین ماندن مثلا یک کس فکر کنید که یک دوست داره، میگه که اگر من فوت کردم مرا ببرید در افغانستان دفن کنید، یا اگر من فوت کردم فلانه کسی را اجازه ندید که سر میت ما بیایه یا سر فاتحه ما بیایه. باش. سوال دومی است استاد عزیز که بعد از نماز خواندن، بله،
2 ساعت بعد 3 ساعت بعد فکر آدم شود که کالای آدم کثیف بوده، باید آدم دوباره نماز بخونه یا خداوند به تعالی قبول میکنه. و سوم بهترین وقت زکات کدام وقت می باشه. دیگه هفته گذشته ما براتون زنگ زده بودم، فقط اما قصدارم خطا خود که براتون میگفتم که خداوند جزای خیر نصیب کنه. ما براتون گفتم که خداوند توفیق عمل نصیب کنه. خداوند انشاءالله فرق نمیکنه، هر دوش یکی است. جزاکم الله خیر. مقصد خفه نشده باشید استاد عزیز. خواهش میکنم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از آخر شروع بکنیم. وقت زکات، چون بعضی از مردم عادت دارن که زکاتشان را به تأخیر میندازن در رمضان، میگن که هم شرف زمان و ماه رمضان است و خلاصه از این فرصت استفاده کنیم، ثواب و اجر ما چندین برابر میشه. دوست عزیز، زکات طبق شریعت وقتی که 1 حول یعنی 1 سال بر او گذشت، خدا کنه که در هر ماهی باشه، در فروردین باشه، اردیبهشت، خرداد باشه، در حمل باشه، ثور باشه، جوزا باشه، جدیدل و هود باشه، ماهایی که در افغانستان معروف است، یا در دی بهمن اسفند باشه، ماهایی که در ایران معروف است، یا در محرم و رجب و شعبان و رمضان، در هر ماهی که حول بر مال شما گشت، مالی که بر او زکات واجب شده، باید در همان تاریخ پرداخت بشه، نه تأخیر بشه نه تقدیم بشه. طرف مثلا در ماه شعبان الان مثلا امروز 1 حول کامل شده، باید زکاتش رو بده، تأخیر میندازه 1 هفته بعد در رمضان میده، این کار اشتباه است. نباید تأخیر کرد، همون روزی که حول بر او تکمیل شد، در همون روز باید شما زکاتتان رو بدهید. اجر و پاداشش کامل زمانی میگیرید که دقیقاً در تاریخی که 1 حول بر او کامل شده باشد بدهید. دوم این که کسی که نماز خواند، بعد از 1 ساعت 2 ساعت متوجه شد که لباسش ناپاک بوده، حالا هر طور نجاستی که بر لباسش بوده، باید لباسش رو عوض بکنه. اگر نیاز به شستن بدن باشه اون قسمت باید بشوره، دوباره وضو بگیره و نمازش رو باید اعاده بکنه. چون نمازی که با جامه‌ای که نجاست بر او باشه، چون پاکی و طهارت یکی از شروط نماز است و بدون پاکی و طهارت نماز انسان درست نیست، نمازش رو دوباره اعاده بکنه و هیچ مشکلی نیست. وصیت کردن، کسی اگر وصیت بر گناه و معصیت بکنه، به این وصیت عمل کردن جایز نیست. مثلا وصیت بکنه که برادرم سر جنازه من نیاد، برادرم سر قبر من نیاد، عمل کردن به این وصیت جایز نیست، چون این گناه است و گناه کبیر است، قطع صله رحم است و نباید انسان به همچین وصیتی عمل بکنه. قوم و خویش من سر قبرم نیاد، عمو دایی من سر قبرم نیاد، فلان فرزندم سر قبرم نیاد، یا در جنازه من شرکت نکنه. این گونه وصیت کردنی که بر اساس گناه و معصیت باشه، به او نباید عمل کرد. این دقیقا مثل کسی میمونه که مثلا وصیت بکنه که در روز جنازه من در بین مردم مثلا شراب تقسیم بکنید. خب به همچین وصیتی نمیشه عمل کرد و وصیتی که بر گناه باشه نباید به او عمل کرد. در مورد نقل، کسی وصیت بکنه که من بعد از فوت من جنازه من رو به افغانستان نقل بدهید و در اونجا دفن شود. ببینید دوستان عزیز، اولا به قول شاعر بزرگ افغانستان خلیل الله خلیلی رحمت الله علیه میگه که ملک انسان است ارجا جلوه دارد آفتاب، یا ار کجا دل میتپد دلدار را باشد مقام، یا در جای دیگه هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. همه این زمین ملک الله سبحانه و تعالی است. کسی در آمریکا فوت کرد، اگر قبرستان مسلمان ها که امروز در همه کشورها وجود داره، قبرستان مخصوص برای مسلمان ها، دفن کردن در آنجا مساعد بود، طبق شرایط اسلامی دفن میشد، همونجا دفنش بکنید. چرا اذیت میکنید؟ چون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در کفن و دفن عجله بکنید، معطل نکنید مرده رو. نه طرف میاد وصیت میکنه که مرا به افغانستان انتقال بدید، زن و بچه و خانواده گرفتار، یک بلیط هواپیما برای نقل یک تابوت
شاید چندین هزار دلار بشه. نقل این تابوت مثلا از یخچال بیمارستان تا فرودگاه تا هواپیما، جرثقیل بلند کردنش 3-4 هزار دلار بشه. بعد اونجا در کشوری که در اونجا میره، در افغانستان مثلا، این رو بیار و ببر و دفن بکن. در این مسیر را نبودن امکانات، مثلا در بعضی کشورها جسد میگنده، بوی تعفنش همه را اذیت میکنه، یا به خاطر نقلش در بعضی از کشورها شروط خاصی دارن، مثلا مرده رو کلا دل و جگر و چیزی که داخل بدنش هست این رو خالی میکنن به خاطر که نگنده، بعضی مواد پر میکنن در اون. همه این حرمتی ها به خاطر این صورت میگیره که آقا انقدر وطن دوست بوده که باید در افغانستان دفن بکنن. چون خیلی از وطن پرستای ما، وطن دوستای ما برای علاج بیماری‌هایشان یا ترکیه رو انتخاب میکنن یا پاکستان رو، و برای زندگی اروپا و امریکا را، و برای قبرستان افغانستان رو. بعدش نامش هم چی هست؟ وطن دوست. تو اگر اینقدر وطن دوست بودی، خود در وقتی که زنده بودی، پول داشتی، امکانات داشتی، می اومدی در وطن زندگی میکردی، به ملتت خدمت میکردی. وصیت کرده که مرا ببرید در افغانستان دفن بکنید. گرچه بعضی از علما میگن که اجرا کردن وصیتی که انسان بگه که منو در فلان جا دفن بکن اشکالی نداره، میشه اگر امکانش باشه، عذری وجود نداشته باشه، این رو عملی کرد. اما شما به 10-15 هزار دلار خرج بکنید، 7-8 هزار دلار خرج بکنید که جسد رو منتقل بکنید از روسیه به تاجیکستان، از آمریکا به افغانستان یا از اروپا به افغانستان، که چی بشه؟ آیا اگر در خاک افغانستان دفن شد، نکیر و منکر سوالات آسانتر میپرسن از او، به فارسی و پشتو میپرسن؟ اگر در آمریکا دفن شد به انگلیسی میپرسن؟ در آلمان دفن شد به آلمانی میپرسن؟ نه برادر عزیز، والله اگر جسد تو رو در داخل بحر ماهی‌ها هم بخوره، اگر که بسوزی، خاکستر هم بشی، اگر به باد و باران و به دریا و به اقیانوس هم بندازن، تیکه تیکه بکند، 400 تا گرگ درنده هم تو رو بخورن، الله سبحانه و تعالی جمعت میکنه، سوال و جواب میشی، جزایت هم میگیری، اجرت هم میگیری. پس نه خودتان را اذیت بکنید، نه اون مرده بیچاره را اذیت بکنید. هر کس که هر جا که مرد همونجا دفنش بکنید، برایش دعای خیر بکنید. همان پولی رو که 10-15 هزار دلاری رو که خرج میکنید، او جسدش رو نقل میدید در افغانستان یا در تاجیکستان، همان پول رو در بین فقرا و مساکین تقسیم بکنید که براش دعای خیر بکنن. اما رو در یک مسجدی، در یک بیمارستانی، در یک ساختن پلی، جاده‌ای، در مکتبی، مدرسه‌ای، در جای خرج بکنید که برای صدقه جاریه باشد. چه نیاز است که این همه اذیت بکنید، این همه خرج بکنید و جسد را از یک کشور به کشور دیگه انتقال بدید؟ چرا؟ چون حضرت وطن دوست گفتن که باید ما در خاک کشورم دفن بشم. یعنی چی؟ همه این دنیا خاک الله سبحانه و تعالی است. هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. هیچ فرقی هم ندارد. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام استاد عزیز، میشنوین؟ بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید برادر عزیز. علیکم السلام استاد، تشکر یک جوان که به زنگ ما جواب دادی. بفرمایید. استاد عزیز، موضوع برنامه شما چی است که مخالف موضوعتان سوال نشه؟ امروز روزای جمعه میدانید که موضوع خاص نیست، هر چه دل تنگتان میخواد بگویید. تشکر استاد، ما افتخار میکنیم به داشتن شما و استاد. یک پیام دارم به مردم، به کل مردم خراسان زمین، منظور از نمیست کشور فارسی زبان است، بفرمایید که همی که قدر داشته های خود ما بفهمیم، که با والله که یک روز که باز نداشتیم باز قدرش هم میفهمیم. منظور از نمی علمایی هستن که ما امروز داریم که شما جز از اونها هستین و در مقابل جگه های پلید، گستاخ، دروغگوی، شاپاپاس ما هم چون شخصیت هایی را داریم و ما در حقشان دعا بکنیم خداوند طول عمر خیر نصیبشان بکنه، صحت سلامتی نصیبشان داشته باشه. استاد عزیز، ما یک چند روز پیش ما در یکی از تلویزیون ها برنامهشان مشاهده داشتم
هیچ اصلا باورم نمیشد که تلویزیون مقاومتی باشه و که آدمای را در برنامه‌شان میاره که اصلا دیگه هیچ طور کلمات و رسمای وجود نداره که ما یار خطاب بکنیم. هیچ اصلا باورم نمیشد که این رسانه از اشخاص دروغگوی رافضی بیاید دفاع بکنه. باز اخلاق از اینا مثل همین ملحدینه که در صفحاتشان میری 4 کلمه گپ حق در مقابلشان میداشته باشی زنگ قطع میکنن و یا از برنامه پایان مندازن. همونطور اشخاص افراد که میان میگن که این جبهه مقاومت چی تضمین داره که وطن باز به ناتو نفروشه، به 40 کشور نفروشه و این به سرنوشت مردم بازی نکنه. عاجل پایان مندازن، قطع میکنن. دیگه استاد عزیز، ما شما مردم یک ذره نصیحت بکنید. در افغانستان مشکلات قومی و سمتی و زبانی کم است که باز اینجا به احمد مسعود سبا رو به مشکلات مذهبی مثل که در خاور میانه در این کشورهای سوریه و عراق شاهدش هستیم. همونطور یک موضوعات در افغانستان باز شد. یک موضوع استاد درست. یک دیگه استاد میگم هم یک نصیحت دگان بکنین مردم افغانستان. یک آدمی که پیرو قرآن است، پیرو حدیث است، در مسجد جای نداره استاد. اگر طفل است میره در صف اول میشینه، او را میزنن یا توهین تحقیرش میکنن که برو که تو مثلا استاد تو کدام وهابی است یا سلفی است، برو داخل بشی. یا یک جوان که میاد در مسجد، خب مسجد طبعا قبل از 10 دقیقه 15 دقیقه پیش هر کس خود میرسونه. یک جوان نمیمونن که در صف اول بشینه یا در صف دوم بشینه، داخل باز گپ دیگه شونی است که کسایی که در صف آخر شیشته مو انسانهای متعصب میگن وهابی ها رسایی که در صف آخر شیشته. من حیث یک مسلمان آزادی اعتقادی ندارم در افغانستان، من حیث یک مسلمان جای ندارم در افغانستان. شرم است که من در کشور کفری در صف اول اگه برم یا دوم برم یا آخر برم، هیچ کس برای من کار غرض نداره. ماه رمضان است، بله از خدا مردم نکنی همی طفلان و جوانها را دینگریز نکنی، عامل ملحد شدن نشین. دیگه استاد یک نصیحت که کنی مردم کس حق نداره که در خودش در خارج مثل ما ورشته باشه یا مردم در جنگ تشویق بکنه. مردم غریب زنش بیوه میشه، اولادش یتیم میشه، باز قهرمان باز بچه مسعود شه. و یک دوم دیگه که این مردم که طفلا و یارا در صف اول نمیمونن، جوانا را در صف اول نمیمونن، توهین میکنن که وهابیست. باور کنین همونطور که دروازه های شرک برویتان باز شده، مثل که میرین در زیارت های تعمیم انصار و در زیارت های بابوتکیان ولی و هم تو زیارت ها زیاد هسته. باز از این که در دروازه های کلان شرک برویتان باز میشه. از خداوند بترسین. تشکر استاد. ما خود رسانه های شما میتونین که صدای خدا بکشیم استاد. الله چون قبل از رمضان بود، فکر نکنم که در رمضان باز ما موفق شیم یا برنامه باشه که ما زنگ بزنیم این طرف پاره بزنیم. قبل از رمضان استاد شما مردم نصیحت کنین. وقتتون خوش. تشکر استاد. تشکر. زنده باشید. دو موضوعی که برادر عزیزمون در موردش صحبت کردن، اولا در هفته گذشته یک سری فعالیت ها و حرکت های سیاسی و به اصطلاح دید و بازدیدهایی در بعضی کشورهای اروپایی و در ترکیه بود در مورد افغانستان. شاید همه شما عزیزان اطلاع داشته باشید. نکات بسیار جالبی بود در این دید و بازدیدها که من بعضی از اینها رو خدمت شما عزیزان نشان میدم. دوستان عزیز اگر بدون لوگو این صفحه رو نشان بدن، فرماندهان سپاه با رهبران ضد طالبان در ترکیه دیدار کردند. منابع میگن شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با برخی از رهبران سیاسی مخالف طالبان در ترکیه دیدار کردند. بعد این کسایی که دیدار کردند سید حسین موسوی و ناصر غزالی پور و محمد ابراهیم طاهریان، دیدار با عبدالرشید دوستم و محقق و عطا محمد نور و تاج محمد جاهد و اینا دیدار کردن. همچنین میگن که در همین اشخاص با پاکستانی هم دیدار داشتن و این رو هم خدمت شما عزیزان. و اخیراً یک هیئت بلندپایه از سازمان اطلاعات استخبارات پاکستان ISI در استانبول با برخی از اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و چهره‌های جهادی دیدار کردند. منابع آگاه
میگویند که این دیدارها با حضور صلاح‌الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، عبدالرسول سیاف، محمد محقق و کریم خلیلی برگزار شد. خب دوستان عزیز، این دیدارهایی که اینها با استخبارات ایران و با استخبارات پاکستان داشتن و اعترافات یکی از اینها رو که در همین دیدارها حضور داشت، در اینجا خدمت شما عزیزان این رو پخش می کنم، با هم این رو ببینیم. آیا واقعا شما در ترکیه میزبان نماینده های ISI پاکستان بودید؟ ما هر کسی که مراجعه کنه که در صلح افغانستان دستی بزنه و گامی بگذاره خیر و مقدم میگیم و استقبال میکنیم. اما شما گفتی که اگر هر کسی قرار باشه در کنار شما بیسته و شما را در این مبارزه کمک کنه با آنها لبیک خواهید گفت. آیا واقعا مردم افغانستان انتظار این را داشته باشند که اگر پاکستان علاقمند باشه که در برابر طالبان از شما حمایت کنه، شما میپذیرید کمک پاکستان و حکومت پاکستان را برای جنگیدن در افغانستان؟ ما را همکاری کنن، کمک بکنیم، لبیک میگیم و خوشحال میشیم. طالبان خود جنگ نمیکنه. اگه منظورتان طالبان است، طالبان خود جنگ نمیکنه، میگه ما حاکم افغانستان هستیم، قدرت افغانستان را به زور جهاد خود در 20 سال از خارجی ها و مزدوران خارجی ها، عملا میگن مزدور، کافر میگن، مزدور کافران، استقلال افغانستان رو به دست آوردیم. ما حاکمان امروز افغانستان هستیم، جنگ هم نمی کنیم، سلاح هم نداشتیم، از پشت شما به ترکیه و نمیدانم به تاجیکستان هم نامدیم، ما صرف در جغرافی افغانستان هستیم، شما سلاحتان از زمین بانید. اونا جنگ به این خاطر کردن، به همون دلیلی که شما 40 سال پیش جنگ کردید، صرف که گفتید شوروی کفر است و باید بیرونش کرد، عین دلیل اونا هم دارن و میگن که خب 40 و چند کشور نامشروع در حکومت افغانستان نقش داشتن و در جغرافیای افغانستان حضور نظامی داشتن، ما جنگیدیم که اونها رو بیرون کنیم. تقریبا هم استدلال 40 سال پیش شما رو دارن، اما شما امروز چرا با اونا کنار نمیایید؟ چرا شما سلاح برداشتید دیگه؟ یعنی یک گروهتان در تاجیکستان سلاح برداشته به نام جبهه مقاومت، یک گروه دیگه به نام جبهه آزادی و یک شورای نجات مقاومت ملی مردم افغانستان هم در استانبول و یک بخش دیگه هم به نام شورای صلح هست که شما و دیگران هستید در اون. ما وقتی که جنگ کردیم در مقابل یک تجاوز، وقتی که تجاوز شکست خورد، ما دیدیم که سلاح خود تسلیم کردیم. یک بخش تاریخی یا شما پاک کردید یا ما در اشتباه تاریخی هستم. شما گفتید ما در برابر قشون سرخ شوروی جهاد کردیم و بعد وقتی که اون خارجی ها رفتن سلاح خود به زمین ماندیم. این یک بخش بزرگ تاریخی که شما در برابر یکدیگر ایستادید، بعد از اینکه شوروی رو خارج کردید برادرکشی رو راه انداختید در افغانستان، هزاره پشتون هزاره، تاجک ازبک تاجک، 20 سال مکمل یکی دیگر رو کشتید. اینی تاریخ رو پاک نکنید دیگه آجی. خب دوستان، حرفای بی‌معنی اینها هست. فقط همینقدر رو میخواستم شما از زبان خودشان بشنوید که اگر به یاد داشته باشید حدود سال 2013-14 همین موقع بود که داد و بیداد اینا برآمده بود، حتی محمد نور از یک طرف و دیگه از یک طرف و وقتها انتخابات و این سر صدا که بود. گفتم اینا فاحشه‌های سیاسی هستن، همینایی که به نام جبهه آزادی و جبهه مقاومت و جبهه فلان و نور و نمیفهم سیاف و اینا همه فاحشه هستن، فاحشه‌های سیاسی. اینها به اندازه پست و ذلیل هستن که هر کسی که، هر انسانی که، هر جنایتکاری که به اینها کمک بکنه، به اینها فرصت بده، دین و ناموس و عزت و شرف و وطن و همه چیزشان رو با او میفروشن. اینا فاحشه هستن، فاحشه‌های سیاسی. هدفشان هم نه آرامی افغانستان است، نه آرامی ملت است، نه حکومت است، نه سیاست است، هیچی نیست. هدفشان شکمشان است و ما تحت شکمشان. میخوان پس به همون دورانی برگردن که هر کدامشان چند صد جریب زمین رو گرفته بودن، برای خودشان قصرها ساخته بودن، فحشا، فساد، مال مردم خوردن، غصب زمین، غصب حقوق مردم، هر شری رو هر کدامشون برای خودشان به اسم خودشان کنه و ثبت کرده باشن. از گمرکات اینا حق میگرفتن، از مردم اینا باج میگرفتن. اینها دوباره حالا جمع شدن در ویانا و نمیدونم در استانبول و در فلان و الان
در دامن ISI اینا سقوط میکنن، در دامن استخبارات ایران و سپاه پاسداران اینا سقوط میکنن، با غرب و شرق اینها معامله میکنن. برای هر کسی که به اینها پول بده، به اینها کمک بکنه یا به اینا امیدواری بده که اینا دوباره به افغانستان حاکم میشن، اینا حاضر هستن که عزت و شرف و ناموس و وطن و دین و وجدان و همه چیز خودشون رو بفروشن. اینا انسان‌های پستی بی غیرتی هستن که باور کنید تاریخ افغانستان امثال اینها رو، یعنی باور کنید من گاهی اوقات به این نتیجه میرسم که همان رهبران کمونیست افغانستان خیلی با شرفتر از این رهبرای خائن و وطن فروش ما بودن که امسال در دامن پاکستان سقوط میکنن. ببینید که سال آینده در دامن یک دشمن دیگر سقوط میکنن. برای اینها هیچی مهم نیست. اینها در غم ملت نیستن. اینا اگر در غم ملت می بودن 20 سال اینا فرصت داشتن. 20 سال همه دنیا با همه امکاناتش پشت سر اینها وایستاده بود. اینا چیکار کردن؟ چند تا شفاخانه ساختن، چند تا پل ساختن، چند تا جاده ساختن، چند تا شهر را آباد کردن، به کی خدمت کردن، چند تا بیمار رو بردن اینها علاج کردن، دست چند فقیر و مستمند و بیچاره رو گرفتن. بلکه مردم به خاطر یک موبایلش در زمانی که اینها بودن کشته میشد در کابل، در افغانستان، در پایتخت افغانستان. پس به این بیشرف هایی که امروز یکیش آمده یک حکومت درست کرده در انگلستان، دیگرش یک حکومت درست کرده در آمریکا، یکی دکتر فرید یونس رئیس جمهور حکومت جلای وطن شده و یکی دیگرش آمده در یک جای دیگر رئیس جمهور شده. اینا فقط هدفشان چی است؟ که جمع کنن مردم رو فریب بدن، 4 قران به جیبشان بزنن، چون که الان اینا عادت کردن با اون عیش و عشرتی که در افغانستان داشتن. در افغانستانی که ملت تحت فقر زندگی میکرد، اینا زندگی هایی داشتن در کابل و در مراکز ولایت ها که باور بکنید که پادشاه ها نداشتن. اینها دوباره میخوان همون چیز رو دوباره برای خودشان زنده بکنن، چون با اون وضعیت عادت کرده بودن و الان هم تقریبا 4-5 سال شده که پولایی رو که با خودشان دزدیده بودن، آورده بودن، خرج شده، تمام شده، الان پولشان ته کشیده. الان دنبال فرصت هستن که چطور باز دوباره یک 4 قران جمع بکنن برای عیاشی و خوشگذرانی خودشان، که ان شاء الله مردم افغانستان فریب این فاحشای سیاسی، این دجالان، این دروغگویان، این خائنین به دین، خائنین به وطن رو نخواهند خورد. این به این معنی نیست که بعضی مردم شاید الان فکر بکنن حتما تو میخوای از امارت اسلامی و از طالبان طرفداری بکنی. والله بالله تالله که در مسئله طرفداری از اونها نیست، اما اینها رو ما آزمودیم. مسئله ما میگه آزموده را آزمودن خطاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. ملت ما از سوراخ اینها که 1000 بار گزیده شدن. خداوند شر اینا را از سر مردم افغانستان کم بکنه. در مورد اینکه در مساجد، ببینید ما در روایت داریم که یک مرد اعرابی آمد در گوشه مسجد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، شروع کرد به ادرار کردن. اکرمکم الله. صحابه شمشیر رو کشیدن، میخواستن حمله کنن، لتو پارش بکنن. پس هیچی نگو. کارشو که تموم کرد، صحابه را امر کردن برید اونجا رو بشورید، بس صداش کردن بیا اینجا بشین. به لطف خوش، به اخلاق بهش گفتن این عملی که تو انجام میدی اینجا جایز نیست، این مسجد است، مکان عبادت است، در اینجا باید وضو بگیری، خودتو تمیز بکنی، بعد با طهارت وارد این مکان بشی. طرف از بس که خوشش آمده بود گفت یا الله، فکر کنم در همین روایت هست که گفت یا الله من و محمد رو وارد جنت بکن و غیر از من و محمد هیچ کسی دیگری رو وارد جنت نکن. طلبای کرام، علمای افغانستان، حنفی هستی، متعصب هستی، صوفی هستی، هر چی که هستی، پیرو پیامبر که هستی صلی الله علیه و سلم، آیا پیامبر با کسی که در مسجد ادرار کرد طوری رفتار میکنه که تو با کسی که پیروی از سنت پیامبر میکنه، رفع الیدین کردن هم سنت است؟ بگو سنت نیست، بگو در بخاری نیامده، بگو در مسلم نیامده، بگو از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت نشده. همین جرأت رو داری که امروز بیای سر منبر بگویی که همین روایت های رفع الیدین، آمین به جهر، همین ها باطل است، دروغ است، مکذوب است؟ جرأتش رو دارین؟ ندارین. پس همین سنت است، سنت پیامبر است. حالا در فقه شما نیست، مخالف هستید، اوکی، لااقل با مردم بدرفتاری نکنید در داخل مسجد. طرف رو به خاطر یک رفع الیدین کردن میزنید، از مسجد بیرون میکنید. این در کدام دین است؟
والله و بالله در دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست، در دین اسلام نیست، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والله بالله که نیست. اگر هست نشان بدید که کسی از بزرگان مذهب حنفی گفته باشه که اگر کسی بر اساس فقه شافعی، مالکی، حنبلی یا با رفع الیدین یا با آمین جهر در مسجد شما نماز خواند، شما رو بزنید از مسجد بیرون بکنید یا با او توهین بکنید. وانگهی کی گفته که این مسجد از شما هست؟ این خانه خداست، مسجد بیت الله هست. این المساجد لله، مساجد از آن الله متعال است. والله آن مردی که، آن پیرمردی که، آن عالمی که، آن خادم مسجدی که کودکان را از مسجد بیرون میکنه، والله بالله تالله در نزد الله سبحانه و تعالی فردا ای رو نگه میدارند و همون کودکانی که به خاطر رویه بد و زشت تو از مسجد بیزار شدن، در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی خواهند گفت اینها مسئول بودن که ما مرتد شویم، اینها مسئول بودن که ما ملحد شویم، اینها مسئول بودن که ما از اسلام بیزار شویم، اینها مسئول بودن که ما از مسجد بیزار شویم. نجم الدین اربکان رحمت الله علیه یک جمله بسیار زیبایی داره، میگه هر وقت در مسجد در وقت نماز جماعت سر و صدای کودکان رو در مسجد نشنیدید، برای آینده امت اسلام نگران باشید. اون کودکی که امروز در مسجد میاد بازی میکنه، ما نمیگیم این کارها درست است جواز بدیم، بگیم باید تربیت شود، باید نصیحت شود، باید گفته شود، اما اگر کودکان در مسجد نباشند یعنی چی؟ یعنی نسل آینده شما در مسجد نخواهند آمد. مردم را از خانه الله سبحانه و تعالی بیزار نکنید، با دین و سنت الله سبحانه و تعالی مبارزه نکنید. بدرفتاری با کسی که وارد مسجد میشه در ذمت الله سبحانه و تعالی است. با مهمان الله سبحانه و تعالی بدرفتاری نکنید. والله این دینی که شما دارید اجرا میکنید دین رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. در مسجد چرا با یک نمازگزار، حالا به هر شیوهی که نماز خواند، ولو که اشتباه کرد، علم داری، نمازش که تمام شد برو پیشش، سلام علیکم، علیکم السلام، خوب هستین، بخیر هستین، الحمدلله. برادر همین عملی که شما انجام دادید مخالف سنت است، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من در یک از برنامه گفتم، در روز جمعه بود، 2 تا 3 تا جوانی بودن در صف جلوی من، جوانهایی که اصلا به چهرهاشون نگاه میکردی فکر نمیکردی که اینا اهل مسجد باشن. آمده بودن در مسجد داشتن خطبه گوش میکردن، در اثنای خطبه با کنار دستش صحبت میکرد، یک تبسمی هم میکرد. نمیفهمه، جهل است، کسی نگفته بهش. در جامعه بزرگ شده که این مسائل گفته نشده. نماز که تمام شد از مسجد که بیرون رفتم، سلام علیکم، علیکم السلام، با زبان خودشون باشون صحبت کردم. گفتم اجازه میدی یک چیزی رو بهت بگم؟ گفت بفرمایید. خیلی هم خوشحال شد، با تبسمش رو ببین. گفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که در اثنای خطبه نباید با صحبت بکنیم. با تبسم گفتم ناراحت که نشدی؟ او اینقدر این خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد، تشکری کرد. اینطوری باید رفتار کرد با مردم. از من شد تو کافر شدی، تو مرتد شدی، تو در وقت خطبه داشتی صحبت میکردی. این روش رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، این روش دین نیست. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. الله سبحانه و تعالی موسی و هارون علیهم السلام رو وقتی که میفرسته پیش فرعون چی میگه؟ وقولا له قولا لینا. با فرعون با سخن آرام، با نرمی بیان با صحبت بکنید. فرعون چی گفته بود؟ انا ربکم الاعلی، من بالاترین پروردگار دنیا هستم. الله متعال به موسی و فرعون میگه با او اینطوری صحبت بکنین. و مولای ما مردم را از دین بیزار میکنه. من یک شخصی بود فاسق، فاجر، بی دین، نماز نمیخونید.
سببش رو پرسیدم، باور به خدا بکنید سببش سیلی که امام مسجد در سن 7-8 سالگی به این زده و این رو از مسجد بیرون کرده. امروز طرف ملحد است، فاسق است، فاجر است، میگه اون سیلی رو من فراموش نخواهم کرد. من از اون دینی که امام مسجدش به من سیلی زد بیزارم. این انسان فسقش، فجورش، اعمال زشتش، بی خداییش، بی دینیش، گناهانش فردا در نامه اعمال کی نوشته میشه؟ در نامه اعمال همون امام مسجدی که به ناحق این رو یک سیلی زده. تو کی هستی که مردم رو سیلی میزنی؟ تو کی هستی که مردم رو از خانه خدا منع میکنی؟ اینا خودشون رو خدا درست کردن بعضیایشون. الله المستعان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم. استاد انصاری فرمودید امروز برنامه آزاده هرچی دل تنگت میخواد بگو. من 2 تا موضوع، حالا هر کدوم وقت باشه، یکیشو بفرمایید. یکیشو خواهش بفرمایید. میکنم. اولیش همین که دوستمون زنگ زدن درباره سب حضرت علی، یکی هم درباره توحید شیعه و سنی بود. حالا هر موضوعی که شما فکر میکنید. هر کدومشو دوست دارید بفرمایید. خواهش میکنم. اولا جناب انصاری ببینید، این دوستمون که گفتن سب حضرت علی سب پیامبره، شما فرمودید که روایت و چیز معتبری نیست. ببینید دیگه پیغمبر اینو بارها گفته. شما همون قدیر خم رو هم که اگه به طرز برادران سنیمون شما برداشت کنید، وقتی میگه دشمنی با علی دشمنی با منه، دیگه سبولن اگه دشمنی نیست که. حالا جناب انصاری صحابه، حالا مشخصا معاویه از سب گذشته به جنگ رسیده، یعنی دیگه اگه جنگ زده سب دهه. ببینید یک نکته رو فقط من اینجا اشاره بکنم. من اگر صحبتتون رو قطع میکنم معذرت میخوام به خاطر توضیح دادن، چون دوستان عزیز شیعه ما گاهی اوقات خلط میکنن به این روایت. مثلا روایتی که من کنت مولا فهذا علی مولا، اوکی روایت صحیح است، ما قبول داریم، در کتاب‌های صحیح هم آمده. تفسیر شما با ما فرق میکنه از این روایت. بعد این که اللهم عادی من عاده و والی من والا، خدای دشمنی بکن با کسی که با او دشمنی میکنه و دوستی بکن با کسی که با او دوستی میکنه. این قسمتش ضعیف است در روایت های اهل سنت. این قسمتش رو تضعیف کردن علما، اینو ساختن، یعنی اضافه کردن به روایت اصلی و در کتب صحیح ما این قسمت نیومده. در این که صحابه گاهی اوقات مثلا سیدنا علی با سیدنا معاویه با هم دیگه جنگیدن، درست در جنگ صفین جنگیدن، انسانها کشته شدن، خونها ریخته شد. اما بعد از چند سال میبینیم که با همین معاویه حسن ابن علی میاد صلح میکنه و حکومت مسلمان ها رو به او واگذار میکنه. پس به یک نتیجه میرسیم دوست عزیز که در اینجا مسئله دشمنی دینی نبوده، دشمنی سیاسی بوده. دشمنی اونجا که میگه که بالفرضی که اللهم والی من والا و عادی من عادا رو اگر ما قبولم بکنیم، در اینجا منظور عداوت و دشمنی بر اساس دین است. بله منم میگم که اگر کسی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو به خاطر اینکه داماد پیامبر بود، اولین نوجوانی که مسلمان شده بود، به خاطر اینکه در بدر و در احد و در غزوات داغ بر دل مشرکین نهاده بود، به خاطر شجاعتش، به خاطر دفاع از اسلامش، به خاطر اینکه همسر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است، با او عداوت و دشمنی داشته باشه، خداوند او رو در دنیا و آخرت لعنت بکنه. اما گاهی اوقات عداوت و دشمنی‌ها به خاطر برداشت‌های سیاسی، به خاطر اختلافات اجتماعی، به خاطر این مسائل هم میتونه باشه. الان مثلا شما در خود بین شیعیان آیا نداری که 2 تا شیعه با هم دیگه عداوت داشته باشن، گاهی اوقات هم دیگه رو فحش بدن، اما 2 تاشون شیعه هستن، شاید در 2 تاشون مرجع تقلید هم باشن. بفرمایید. ببینید جناب انصاری عزیز، اینی که شما میفرمایید دشمنی باید حتما بر اساس مسائل دینی باشه تا ما حساب بکنیم بر حساب حدیث پیامبر. در قدیر خم برادران سنی اعتقاد دارن اصلا علت قدیر خم اختلافی بود که بین حضرت علی
و صحابه در قضیه جمع آوری غنایم یمن رخ داد. پس حتی اگه ما حرف شما رو که الان فرمودید و ملاک قرار بدیم، اصل خطبه قدیرم بر مبنای استدلال اهل سنت قرار بدیم، پیغمبر سر مسائل اجتماعی و مالی که پیش اومده بوده بین صحابه اینو گفتن، نگفتن به خاطر مسائل دینی. دشمنی با علی و دشمنی به خودشون گفتن. و جناب انصاری عزیز، مدارک زیاده تو صحیح مسلم حضرت علی میگه از پیغمبر شنیدم منافق با من نمیکنه. یا روایت دیگه ای هست که ام سلمه میگه از پیغمبر شنیدم هر کس علی رو سب بکنه پیغمبر رو سب کرده. حاکم نیشابوری گفته صحیح و به قول معروف سندش صحیح هستش. شما این همه مدارک و قرائن بعد بگید مثلا سب علی سب پیامبر نیست، این با این همه قرائن استاد انصاری عزیز، حالا من برداشت خودمون رو میگم اما به نظر ما دشمنی با حضرت علی 100% دشمنی با پیغمبره و کاری که معاویه کرده دشمنی بوده. حالا ما بحث معاویه رو قبلا داشتیم، امام حسن نمیخوام طولانیش بکنم، اما این قضیه که مثلا حالا برادران سنی روی محبت، من میگم روی محبت که میخوام بگم همه چی خوب بوده. من یک لحظه فقط اینجا ببینید، من اون برادر گفت که من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. کسی که به من فوش بدهد انگار به علی فوش بدهد انگار به من فوش داده است و کسی که به من فوش داد انگار که به الله سبحانه و تعالی فوش داده باشد. این روایت را حاکم نیشابوری روایت کرده. من خودم این آدرس را دادم به اون دوست عزیز. 3 تا عیب در داخل این روایت هست. یکی از راویانش مدلس است، یکی از راویانش ضعیف است، یکی از راویانش شیعی است. یعنی 3 تا مشکل این روایت داره و این روایت در هیچ یک از کتب معتبر حدیثی اهل سنت، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی و ابن ماجه که کتب معتبر ما هستند روایت نشده. وانگهی حضرت علی با حضرت معاویه جنگ کردند. آیا این جنگ این 2 نفر با همدیگر سبب میشه که ما یکی از این 2 طرف رو فوش بدیم، تکفیر بکنیم، کافر و منافق بدانیم، یا نه اختلافات سیاسی بوده بینشون با همدیگه جنگیدن؟ اگر شما میگید نه اختلافات سیاسی نبوده، مسئله کفر و ایمان و اسلام و کفر بوده، پس حسن ابن علی که امام شما هست نباید با یک انسانی که کافر بوده و منافق بوده صلح میکرد، چون صلح با کفار نمیشه، صلح دائمی با کفار نمیشه. واگذار کردن حکومت اسلامی به کفار کفر است. یعنی شما الان بیایید مثلا به عنوان یک شیعه رئیس جمهورتون یک کافر تعیین بکنید، رئیس جمهورتون رو یک مسیحی یهودی تعیین بکنید، این هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت کفر است. ببینید استاد انصاری عزیز، من بحث کفر رو این وسط نمیارم. نه شما وقتی که این روایت رو قبول میکنید و به رخ ما میکشید، یک لحظه یک لحظه من از شما سوال میکنم، وقتی که شما این روایت ضعیف رو، این روایت باطل رو که حاکم نیشابوری رحمت الله علیه روایت کرده، خب اونجا میگه که کسی که علی رو سب بکنه منو سب کرده، کسی که منو سب بکنه الله رو سب کرده. یعنی چی؟ الان یک نفر بیاد به خدا فوش بده بعد اون مسلمان میمونه؟ ثانیاً همون مسئله‌ای که میگه که مغیره ابن شعبه حضرت علی رو فوش داده دروغ است، میگن که معاویه حضرت علی رو فوش داده دروغ است. هیچ یک از کبار صحابه، هیچ یک از اصحاب پیامبر به حضرت علی فوش ندادن. اونها منزلت و مقام همدیگر رو میدانستن. بفرمایید. استاد انصاری عزیز، ببینید اولا معاویه که با حضرت علی جنگیده، جنگ پله آخر صبره، یعنی دشمنی اگه کی میگه؟ کی میگه؟ پله آخرش کی میگه؟ بکشن همو بکشن. کی میگه اصلا این رو؟ کی میگه؟ دشمنی یعنی شما میگین بین این که یه نفر به یه نفر فوش بده تا یه نفر با یه نفر با شمشیر همو بکشن. گاهی اوقات به خاطر مسائل سیاسی، الان مثلا آقای کروبی رو مثلا، یا اون یکی چی، آقای موسوی و کروبی 2 تا از فرزندان نظام جمهوری اسلامی بودن؟ مگر اینا جز اعضای شورای رهبری انقلاب اسلامی نبودن؟ مگر آقای
موسوی رئیس مجلس شورای اسلامی نبود؟ مگر آقای موسوی نخست وزیر 8 سال دوران جنگ با عراق نبود؟ مگر این دوتا فرزندان نظام نبودن؟ چه بلایی سرشون آوردن؟ اما آیا این دشمنی دینی بود یا دشمنی سیاسی بود؟ مثال اینا که همشون جنایتکار بودن، این کروبی و موسوی اینا همه اون زمانی که سر کار بودن جنایت شده تو ایران، اینا سکوت کردن، از کار کنار گذاشتن. این نظر شماست، این نظر شماست. من میگم آقای خامنه ای با آقای موسوی و آقای کروبی دشمنی دینی داره یا دشمنی سیاسی؟ آقای انصاری عزیز، آخه مثال اشتباهه. حضرت علی امیرالمومنین یا نبود؟ آخه معاویه چی کاره بود که به نظر مخالف بده؟ امیرالمومنین بود. از معاویه هم در زمان حسن ابن علی امیرالمومنین بود. آخه معاویه شما عزیز دلم، حضرت علی با اون فضایل، با مقیاس شما، با معیار اهل سنت امیرالمومنین بود. معاویه چی کاره است که میگه آقا من فرماندهی و تحویل نه؟ این اصلا غیر قابل پذیرشه آقای انصاری عزیز. چون الله متعال میگه شما اگر قرآن خونده باشید در سوره حجرات، الله سبحانه و تعالی میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم دیگر بجنگند. معنیش این است که الله خودش اقرار میکنه که دو تا گروه مؤمن امکان داره بر اساس اجتهاد و اختلافات سیاسی با هم دیگر بجنگند و راه حلش هم گفته در ادامه فاصلحوا بینهما، گفته صلح بیارید بین اونها. حضرت علی و حضرت معاویه هم صلح آوردن در بین خودشون. استاد انصاری عزیز، جانم. امیرالمومنین حکم داده، اجتهاد نمیشه کرد. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ وقتی که حضرت علی به عنوان امیرالمومنین، اصلا شما قدیر خم، هارون به موسی، حدیث ثقلین، همه اینا فراموش. بابا امیرالمومنین یه فرمانده رو از 70 تا جایی که فرمانده بوده گفته پاشو بیا فرمانده جدید بیاد، شورش کرده، برق کرده، جنگ کرده. من یک چیزی به شما بگم دوست عزیز. اوکی، همه اینها رو ما قبول داریم، همه اینا رو ما در کتابایمون روایت کردیم. ما میگیم که حضرت علی برحق بود، ما میگیم حضرت علی امیرالمومنین بود، ما میگیم که معاویه و کسانی که با بودن باغی بودن، بغاوت کردن، بر علیه حاکم مسلمان شورش کردن، کارشون اشتباه بود. اصلا علی با معاویه قابل مقایسه نیست. علی کجا؟ معاویه کجا؟ علی از جمله السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار است. علی از اهل بدر است. علی داماد پیامبر است. علی اولین جوانی که مسلمان شد. علی اصلا قابل مقایسه با معاویه نیست. اما معاویه کافر نیست، منافق نیست. من اینو میخوام به شما بگم. ما هیچ وقت مقایسه نکردیم. همین حدیث ثقلین میگید، منزلت میگید، هارون من موسی میگید، همه اینا رو مگه شماها روایت کردید؟ عزیز دل برادر، اینا رو ما روایت کردیم. اگر ما این احادیث فضائل اهل بیت رو در کتابامون روایت نمی کردیم، شما هیچی نداشتید، هیچی نداشتید والله. و همین روایت های فضائل علی رو میدونید که روایت کرده؟ عایشه رضی الله تعالی عنها، ابوبکر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه، طلحه رضی الله تعالی عنه. همین اصحابی که شما فکر میکنید اونها دشمن علی بودند، اونها روایت کردند. استاد انصاری عزیز، ببینید من نگفتم خلفای راشد و ام المؤمنین دشمن علی بودن، اختلاف داشتن با هم. بحث اونا با معاویه فرق داره آقای انصاری. چه فرق داره؟ معاویه آخه بابا اولا معاویه نه جایگاه خلفای راشد و ام المؤمنین رو داره. بعدم آقای انصاری عزیز، آخه معاویه چی کاره بوده که جلو امیرالمومنین اونجوری؟ اینی که شما میگی ما قبول داریم، خب خیلی خوبه، ولی این یک به قول معروف، حالا این که شما قبول دارین این یک مسئولیتی رو برای شما داره. اینی که شما بگین ما اینا رو قبول داریم، بعدم معاویه رضی الله عنه تو بهش. آخه عزیز دلم دیگه یه موقع آب روغن جمع نمیشه، اینا با هم جمع شدنی نیست. والله من میترسم که آب و روغن با هم جمع بشه. من میترسم که آب و روغن با هم جمع بشه، حضرت علی و حضرت معاویه دست به دست هم وارد بهشت بشن، من و تویی که به خاطر
دروغ‌های 4 تا مورخ کذاب و دروغگو به جان هم دیگر افتادیم، من و تو بریم تو اسفل السافلین والعیاذ بالله. ایشالله که حالا این که شما میگی ایشالله که ما تو جهنم نریم. حالا انصاری جان من میگم من خیلی پافشاری نمی کنم، قول معروف مردم قضاوت میکنن. البته حالا تو صحیح بخاری هم روایت هستش درباره ای که حالا شما میگین این معنی صبر نمیده، ماویه داره به سعد میگه چی شده که حالا اونم ادامه نمیدیم. ما همین کلمه نه ادامه بدید، ما از این چیزا اصلا هراس نداریم، ادامه بدید. حضرت معاویه در زمانی بود که مردم در شام و اطراف شام، گفتم نواصب، الله متعال لعنتشون بکنه، الله متعال نواصب و روافض رو لعنت بکنن. نواصب کسانی که با اهل بیت دشمنن و روافض کسانی که با صحابه دشمنن. معاویه تعجب کرد چی شد که تو سب نکردی علی را یا دشنام ندادی مانند نواصب؟ ایشون اومد فضایل حضرت علی رو بیان کرد. آیا معاویه رد کرد؟ شما فکر کنین تصویری که شما از معاویه کشیدید، تصویری که شیعه از معاویه کشیدن، یک انسان خشن، ظالم، دیکتاتور، ستمگر، با این فیلم هایی که درست کردن در مجلسش کسی نمیتونه نفس بکشه. طرف سعد میاد در اونجا 1 ساعت سخنرانی میکنه. اگر حدیث رو کامل بخونید، در کتب ماست، حدیث رو کامل بخونید 1 ساعت سعد میاد فضایل علی رو میگه. آیا یکیش هم معاویه انکار میکنه؟ نمیکنه. مگر معاویه نمیتونست گردن سعد رو بزنه بگه برو بابا تو اونجا اومدی دشمن منو داری تعریف میکنی؟ معاویه اقرار میکرد به این فضایل علی، هیچ مشکلی هم نداشت. ثانیاً من این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم برادر عزیز. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، از اون غل و کینه‌ای که در دلهایشان بوده اون رو از دلهای اونها پاک کردیم. از دلهای کی پاک کرده؟ از دلهای صحابه، از دلهای کسانی که در دنیا با هم دیگر مشکل داشتن، کینه داشتن، عداوت داشتن، اما مؤمن بودن. اخوانا علی سرر متقابلین، مانند برادران روبروی هم دیگه در تختها در بهشت نشستن. ما چرا بیایم به جای اونها قضاوت بکنیم، خط و نشان بکشیم برای اونها؟ تشکر از شما برادر عزیز. خواهش میکنم. استاد انصاری من یه جمله دیگه بگم و رفع زحمت. بفرمایید. اینی که شما الان فرمودید که معاویه به سعد میگه چی شده، ببینید آقای انصاری حالا این تفسیر شما الان مثلا به یه نفر میگی یه کاری رو انجام بده، میای میبینی انجام نداده، بهش میای میگی بیا اینجا ببینم چی شده اون کارو انجام ندادی. این توی اون فضای جنگی که میونه حضرت علی و معاویه و اون دشمنی که بوده، این حرف معاویه در واقع حالت اینه که داره به سعد میگه چی شده اون کاری که قرار بود انجام بدی و ندادی، که حالا نه این نه فضایل حضرت علی رو ما منعک ان تصب ابا تراب، چی شده که این کارو انجام ندادی، ما منع چه چیز مانع شد. نه این تفسیر شماست، تحریف نکنید حدیث رو دوست عزیز. نه یعنی آیا درسته که من چون چشم من ضعیف هست من بگم که والا این که جلوی من دوربین نیست تنه درخت به نظر میاد؟ خب این اشتباهه برادر عزیز. آخه داره میگه چی شده که حالا آقای انصاری این موضوع، من یه سوال چی شده نمیگه، ما منعک چه چیز مانع شد که تو سب بکنی علی، سب نکنی علی رو، میگه فضایلش رو بیان میکنه. آیا معاویه رد کرد؟ رد نکرد. اما این که میگه چی شد این کارو نکنی، من از شما یک سوال میپرسم، مثلا من از شما یک سوال میپرسم. الان شما مثلا یک آقایی وجود داره تو کوچه شما، تو محله شما، که هی به پدر شما علیاذ بالله زبان املال فوش میده. آیا بعد از فوت پدرتون شما میرید با ایشون دوستی بکنید؟ نه دوستی هم که امام حسن نکرده دیگه. امام حسن اختیار امت اسلامی رو به دست معاویه داده، بگید که دوستی نکرده؟ ناچار شده دیگه، وقتی نمیتونه دیگه وایسه به جنگ شکست میخوره دیگه. پیامبرم ناچار بود، در احد شکست خورد، در مکه هیچ کی رو نداشت، اما الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، کسانی که رسالت الهی را میرسانند فقط از الله میترسند، غیر از الله از کسی دیگر نمیترسند. امام رسالت الهی داره به قول شما، باید میترسید؟
تشکر از شما برادر عزیز. امامتشون رو ادامه دادن. حالا من یه سوال توحید اجازه بدید از شما بکنم. میخوام والا خیلی طولانی شد سوال توحید را اگر بذارید برای برنامه بعد. یالا بفرمایید، حالا شبهه‌ای نمانه تو دل شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید استاد انصاری عزیز، این قضیه توحید که میشه گفت بزرگترین اختلاف بین شیعه و سنیه، یه مقدار قضیه که من میخوام حالا صادقانه از شما بپرسم اینو که یاد بگیرم. ببینید نسبت به اگه ما قرآن رو بخوایم معیار قرار بدیم، با توجه به قرآن اون چیزی که اهل سنت به ظاهر میگن نزدیکتر به توحید هستش. یعنی غیر از خدا رو صدا نزن، از غیر از خدا چیزی نخوا. خب تا اینجا وقتی که قرآن رو میخونی میبینی، پس حالا مثلا یه نگاه هم به شیعه میندازی میبینی از نظر به قول معروف تکنیکی قرآن حرف اهل سنت در این زمینه درسته. منتها حالا اینجا دو تا موضوع هستش آقای انصاری که هر دوتاش برای من شبهه هستش. یکی اینه که خدا وکیلی میخوام از شما به قول خودمون راست حسینی اینو به من بگی. اینی که شما میگی از خدا بخواب و جز خدا و صدا نزن که تو قرآن اومده، من خودم شخصا قبول دارم چون تو قرآن اومده. اما این شبهه‌ای که شیعیان میگن، سنی‌ها اینو میگن ولی از اون ور میگن یه خدای موفرفریه، نمیدونم بدون ریش این شکلی اون شکلی وجود داره، به قول شاه امرد. اینو اول دوست دارم بدونم اگه این حرفا دروغه که حرف سنی‌ها با قرآن مطابق به قول معروف تطابق بیشتری داره و درست میگن، اما اگه به همچین خدایی هم پشتش اعتقاد داشته باشن، این دیگه توحید از نظر من خیلی مشکل پیدا میکنه. و یه موضوع دیگه هم که دوباره موازی همین هست اینه که اون چیزی که سنی‌ها میگن شاه امرد و اگه ما دروغ بدونیم، اون چیزی که سنی‌ها دارن میگن با توجه به تکنیک قرآن درسته به نظر میاد، حتی عقلانی تر هم به نظر میاد، اما این معنی شرک شیعیان رو نمیده، برای اینکه اونها هم باز یه شاخه از توحیدن که میگن آقا چون خود خدا گفته اینا رو واسطه قرار، یعنی باز اون به اذن خدا و جدا از خدا نیست، میگن باز ما رفتیم پیش یکی که خدا گذاشته برای نزدیکی به خودش. درست. اما میخوام بگم از نظر من اون شرک نیست، ولی این حرف به ظاهر سنی‌ها درست‌تره که خدا از همه نزدیکتر و کاراتر و قوی‌تره. اما این شاه امرد اگر برای من یه توضیح بدین خدا و خیلی مختصر هست یا نیست؟ دروغه. هم کسی که میگن که اهل سنت اعتقاد دارن به این که خداوند به همچین شکلی است، یک جوان موفرفری است، دروغه. در هیچ یک از مصادر اهل سنت نیامده که خدا این شکلی است. شما به زرس قاطع میفرمایید دروغه و همچین چیزی وجود نداره. دروغه. درست میفهمید. ممنونم از لطف شما، خیلی لطف فرمودید. زنده باشید. البته اینم بگم که جهت اطلاع شما، همه روایت هایی که در مورد این شاب امردی که علم میکنند اومده، همه اینها خواب است. خواب. متوجه شدید؟ همه اینها خواب است. و روایت هایی که حالا این یک بحث خیلی طولانی است، چون روایت هاست و بحث حدیث است و رجالش هست و فلان این است که محلش اینجا نیست. عقیده اهل سنت و جماعت در مورد ذات اقدس الهی این است که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل مانند الله سبحانه و تعالی نیست. ما مانند شیعیان اسما و صفات الله سبحانه و تعالی رو انکار نمی کنیم. به طور مثال یک مثال میزنم چون گفتم این بحث خیلی بحث طولانی است. به طور مثال الله متعال در قرآن میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست الله بالای دست آنهاست. اهل سنت چی میگه؟ میگه که الله سبحانه و تعالی دست داره. درست؟ اما دست الله سبحانه و تعالی مانند دست من نیست. لیس کمثله شیء. دستی داره که لایق عزت و جلال و مقام و منزلت الله سبحانه و تعالی است. عده‌ای اومدن، هم فرقه‌هایی هستن در بین اهل سنت و شیعیان عموما اینو تعبیل کردن، گفتن در اینجا منظور از ید الله قدرت الله است. خب الله سبحانه و تعالی دیگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها، خداوند حیا نمیکنه از اینکه برای شما پشه رو مثال بزنه. خب خداوند میگفت که قدرت الله فوق ایدیهم. چرا گفت ید الله فوق ایدیهم؟ ما قائل به صفات الله سبحانه و تعالی، سمع است، بصر است، ید است، همه چیز هستیم، منتها نمانند دست من،
نه مانند دست شما، نه مانند چشم من، نه مانند چشم شما. لیس کمثله شیء. این چیز مثل مانند الله سبحانه و تعالی نیست. الان مثلا شما از طریق این تلفن دارید صدای من رو میشنوید، درست است؟ بله این تلفن گوش داره یا نداره؟ بله. اسمشو گذاشتیم میکروفون. آیا گوش این تلفن مانند گوش من است؟ ساختارش رو از رو گوش انسان طراحی شده در طرح اولیه. اما مانند گوش من که نیست. نه خب تفاوت زمین داره. تا آسمان فرق داره. یعنی اینو ولله مثل الاعلی، ما مثال نباید بزنیم به الله سبحانه و تعالی، اما این مثال رو زدم که ما خیلی چیزا امروز داریم در دنیا که کار دست رو انجام میده اما مانند دست ما نیست. کار پا رو انجام میده مانند پای ما نیست. ما قائل به تجسیم نیستیم. بله، ما قائل به تجسیم نیستیم. بله، تشکر از شما. اوکی، همون یعنی شما قائل به تجسیم نیستین و اون خدای موفرفری که من چون دیدم شبهه میندازن شما فرمودید دروغه دیگه. همون میخواستم، چون خیلی واسم سوال بود که اهل سنت اینقدر مو از ماس میکشن سر توحید، حالا شیعیان رو من گفتم اونا به هیچ عنوان نمیشه مشرک بله. روشن کرد. ببینید دوست عزیز، همین روایت خدا نمیدونن. بله، همین روایت موفرفری رو از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه میارن، درست است یا نه؟ یکی از مصادرشون کتاب ابن تیمیه میارن. ابن تیمیه در اینجا داره خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیان میکنه و شبهات مجسمه رو داره رد میکنه. الان اگر به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، من از کتاب منهاج السنه یک متنی رو که از ابن تیمیه است براتون میخونم تا این مشکل کلا حل بشه. دوستان نشون بدن منهاج السنه النبویه جلد دوم، چاپ سال 1986، صفحه 529. در اینجا چی میگه؟ والله سبحانه منزه ان یوصف بشیء من صفات المختصه بالمخلوقین. الله سبحانه و تعالی پاک است از این که وصف شود به یکی از صفتهایی که ویژه بشر باشد یا مخلوقاتش باشد. و کل مختص بالمخلوق فهو صفت نقص. هر صفتی که مخلوق دارد، دست، پا، گوش، چشم، اینها، این یک صفت نقص است. والله تعالی منزه عن كل نقص و مستحق لغایت الکمال. و الله سبحانه و تعالی پاک است از هر صفتی که در اون نقص باشد و مستحق نهایت کمال است. وليس له مثل فی شیء من صفات الکمال. و هیچ مثل مانند الله سبحانه و تعالی در این صفات کمالش ندارد. فهو منزه عن النقص مطلقا. الله سبحانه و تعالی مطلقا از هر نقصی که هست پاک است. و منزه فی کمال ان یکون له مثل. و الله سبحانه و تعالی منزه است در کمال صفاتش اینکه کسی مانند و مثل او باشد. کما قال تعالی، مانند این که الله سبحانه و تعالی فرمود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قانع شدید الان؟ استاد انصاری عزیز، شما چون فرمودید جلوی دوربین دیگه این دروغه و من قانع شدم. حالا ابن تیمیه معیار نیست، اون اصل حدیث شما فرمودید یعنی غلط بود دیگه. حدیث صحیحی وجود نداره در این مورد. هیچ حدیث صحیح که اهل سنت بگن خدا این شکلی وجود نداره. کل ما فی الامر خوابی است که دیده شده و خواب هیچ وقت مثل واقعیت نیست و معیار نیست. تشکر از شما. درست، ممنونم. لطف فرمودید. زنده باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد محترم، خوب هستید؟ ان شاء الله بخیر هستید. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. بخیر باشین استاد. چند سوال داشتم استاد، باز میتونم که مختصر برام جواب بدین. یکی همین بود استاد محترم که قبل از پیامبر رسیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت بی خدیجه میگن که تجارت می و این یک از اندیوالم پرسید که چی رقم که در اون زمان که بود دخترها رو زنده بگور میکرد، حضرت بی خدیجه چی رقم تجارت میکرد. و دیگه یکی از سوالم همین بود که در زمان سلیمان علیه السلام تخت بلقیس که انتقال داده بود، جن انتقال داده بود یا انس؟ دیگه نه جن نه انس، نه جن نه انس.
خب درست است. از طریق چی پس انتقال وقتی که این سوالات بعضی سوالات دوستان از ما پرسان میکردن، ما گفتم از شما پرسان کنیم که چی رقم مثلا. بله، سوال اولتون این بود که چون دخترها رو زنده به گور میکردن، پس حضرت خدیجه چرا تجارت میکرد؟ زنده به گور کردن دخترها صفت کل عرب نبود. متوجه شدید؟ در مکه خانواده‌ای زندگی میکردن که به اینها میگفت، اینا رو دینشان میگفتن که دین ابراهیمی. مثلا ابو طالب دینش دین ابراهیمی بود، عبدالمطلب دینش دین ابراهیمی بود، خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی از بزرگانی بودن در مکه که اینا خودشون رو پیرو ابراهیم علیه السلام میدانستن. مانند ابو جهل مثلا نبودن، مانند ابو لهب نبودن، کسان اینطوری بودن و همه خانواده ها و همه قبایل این کار رو نمی کردن. تعداد اندکی این کار رو انجام میدادن. یعنی این یک چیز عام نبود که همه عرب میرفتن دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. این درست نیست. و در مورد این که در خود سوره اللهم صل علی سیدنا محمد که در قرآن کریم که ذکر میکنه مسئله چیز رو، من این رو برای شما بله من این رو برای شما بیارم. متاسفانه این قرآن ما امروز درست باز نمیشه. از جن چی گفت؟ از جن کسی گفت که وقال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یکی از جنها گفت که من میارم قبل از اینکه تو از جایت چی بشی؟ بلند بشی. اما کسی که در نزد او، این رو الان از اینجا برای شما بیارمش، قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که در نزد او علمی از کتاب بود. بعضی از مفسرین گفتن که این جبرئیل علیه السلام است، بعضی ها گفتن ملکی هست. المهم جن و انس نکردن این رو. شما اگر در همین سوره اگر که بخوانید، اینجا در آیه 39 حرف جن رو نقل میکنه، در آیه 40 کسی که در نزد او علم کتاب است. بعضی از مفسرین گفتن که جبرئیل علیه السلام بوده. تشکر از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک دو سوال داشتم اگر اجازه باشه. بفرمایید برادر عزیز. سوال اول، تا اول ماه مبارک رمضان آیا روزه از سنت گرفتن تا اول ماه مبارک دو جایز است، یا اینکه مثلا روزهای سنت شنبه و پنجشنبه میگیریم؟ آیا جایز است؟ جایز است، مشکلی نیست. منتر به اصطلاح شعبان را به رمضان نچسبانید، اما جایز است، یعنی هر روز میتوانید بگیرید. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین ماهی که روزه میگرفتن ماه شعبان بود. روزهای سنتی که دوشنبه پنجشنبه است، این رو بردام تا اول رمضان بدهیم هیچ باکی ندارد؟ هیچ باکی ندارد. سوال دوم این که صبح کدام وقت ما باید بحث کنیم خوردن، یعنی ما فهمیده بودن که 1 ساعت پیش از نماز بامداد باید که دیگر روزه بگیری و چیزی دیگر نخوری. بله، بعضی از علما خواستن، بعضی از علمای مذهب حنفی احتیاطاً میگن نیم ساعت 45 دقیقه 1 ساعت قبل از اذان، اما طبق حدیث صحیح و اقوال جمهور علما خوردن و نوشیدن تا موقعی که اذان میدهد هیچ مشکلی ندارد. مثلا ما شرایطی که اذان مثلا در یک جا نیستیم، اما وقتی نماز رو نگه کرده بگی مثلا چی نمیشه، مثلا وقتی نماز فقط میتوانیم تمام. دقیقاً بله. مثلا شما اگر که من اینجا برای شما در گروپ هم میگذارم تقویم ام القرا، یکی از تقویم های
به اصطلاح معتبر جهان اسلام هست که اوقات شرعی رو در کل دنیا برای شما کشورتون و جایتون و شهرتون رو انتخاب بکنید، برایتون میگذاره. میتوانید به همین اعتماد بکنید یا به مرکز اسلامی که در شهرتان هست، اگر از اهل سنت باشن میتوانید به اونها اعتماد بکنید و یک جدول وقت اذان رو بگیرید. وقتی که این جدول رو میگیرید احتیاطاً 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از وقتی که نوشته شده است شما خوردن و نوشیدن رو ترک بکنید، چون این ساعت هایی که میگذارن دقیق هست اما گاهی اوقات شاید پس و پیش شود. احتیاطاً 5 دقیقه 10 دقیقه تا 15 دقیقه قبل از، مثلا اگر نوشته ساعت 5 اذان صبح، شما از 4 و 45 دقیقه بس کنید خوردن و نوشیدن. 15 دقیقه دیگه مشکل ایجاد نمی کند انشالله. اما متاسفانه ما در یک دولت که نشتیم، ما روانده هستیم، تو اروپا هستیم. هر دولت مثلا امروز در اسپانیا بعد 3 روز ما علاقه تو هلند میشیم، تو گرمانیا بعد 4 روز تو مثلا شویت، مثلا جاهایی که مثلا علاقه تماما وقتشون دیگر است. درست. یک چیز معین نیست. اما برای این وقت‌های نماز، ما مثلا برای وقت‌های نماز هست در سایت‌ها که مثلا وقتی همون شهر همون چی رو از سایت گوگل گرفته اونجا وقتی نماز. نه از گوگل نگیرید، از سایت‌های اسلامی بگیرید. از سایت‌های اسلامی بگیرید. مثلا الان همین تقویم ام القری رو من برای شما نشان بدم. دوستان عزیز باز بکنن این صفحه رو، نگاه بکنید به صفحه یوتیوب. مثلا شما اینجا در کدام همون لحظه‌ای که هستید در کدام کشور هستید، مثلا میرید در بلاروس هستید، مثلا در فرانسه هستید، در هر جایی که هستید، در اونجا میرید. بله در اونجا وقت نماز رو در اونجا انتخاب میکنید. در هر کشوری که باشید برای شما اینجا باز میکند، وقت نماز رو برایتان نشان میدهد. هیچ مشکلی هم ندارد. جزاکم الله خیر. ایاکم الله. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال شدم که دوباره با شما گفتگو می‌کنم. سلامت باشید برادر عزیز. استاد محترم، پیشتر که گفته بودم ترکیه هستم، مسافر هستم. در ماه مبارک رمضان مشکل است روزه گرفتن که کار میکنم. درست. اگر روزه رو بخورم یعنی به عنوان قرضدارم هستم، 6-7 سال شده. انشالله اگر خداوند توفیق بده باز وطن که برام بگیرم. و از نظر تراویح هم مسجد زیاد دور نیست، اگر نرم تراویح مثل فرض که نیست، یعنی زیاد مشکل برام نداره. و سوال سومم، نماز صبح مریض هستم، هوا هم بسیار سرد است، با تیمم میتونم نماز بخوانم یا نه؟ اگر توضیح بدی بسیار ممنون میشم استاد. باشه چشم، هر سه مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. تشکر ممنون. زنده باشید. ببینید روزه گرفتن مادامی که استطاعتش رو دارید روزه گرفته میتونید. الان هم که دیگر ماه رمضان در زمستان هست، هیچ مشکلی نداره، باید روزه بگیرید. کسی که دکتر مسلمان بهش گفته باشه که روزه گرفتن سبب مرگ تو میشه، سبب تشدید بیماری تو میشه، سبب ایجاد مشکلات صحی برای تو میشه و برای تندرستی تو ضرر داره، در اون صورت میتونه روزهش رو بخوره. اگر امید خوب شدن هست قضا بگیره، اگر امید خوب شدن نیست قبل از اینکه رمضان سال آینده بیاد کفاره بده. یعنی برای هر روزش باید 1 نفر مسکین رو طعام بده. 30 روز 30 نفر رو، این میشه کفارش. کسی که مریض است و امکان خوب شدنش نیست. نماز صبح میخواد بره به خاطر نماز، اما میخواد نماز بخونه، اما چون هوا سرد هست تیمم میکنه. تیمم در صورتی جایز است که اولا آب نباشه،
یا آب به اندازه سرد باشه و شما مبتلا به بیماری باشید که با استفاده این آب سرد سبب مرگ شما بشه، در اون صورت تیمم کردن جایز است. در غیر اون جایز نیست. انسان به مجرد اینکه والا آب خیلی سرد است برم تیمم بکنم، این بهانه نمیتونه بشه برای چیز. و بله، همین موضوعاتی که خدمت شما بیان کردم. روزه رو باید حتما بگیرید. یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و اگر که عذر شرعی دارید، فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسی که مریض است یا در سفر است میتونه در روزهای بعد از اون بگیره. اگر نمیتونه بگیره، مریضی طولانی است، مثلا یک مشکلی در معده داره که اصلا خوب نمیشه، این انسان عذر داره، در اون صورت به خاطر هر روز یک نفر مسکین رو طعام میده و قبل از رمضان سال آینده. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی ماه مبارک رمضان، این ماه خیر و برکت رو به خیر و خوبی و سلامتی برای ما برسانه. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما رو قبول بکنه و الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و توفیق عبادت در این ماه مبارک رو نصیب همه ما و شما عزیزان بنماید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.